هر شب در کوچه تا ساعت 3-4 فقط دختر میکوب. گپ میزده همین مسئله ای که دخترچه تو گم شدگی چه خیلی شدگی میکور اپا جان یعنی که ویدیو با اجازت خودتون همین خیلی است اپا با اجازت خدمتی دختر من. سلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساق سلامت هستین. برادرای عزیز چه خیلی که در نوار دیدین، البته که یک چیزی هست که برادرای نگاه بداره. یعنی که برادرای عزیز هر یک تای ما و شما خواهر داریم، اپا داریم، یعنی که زن فرزند داریم. الحمدلله خدای نکنه و نکنه در خاندانت این حادثه رخ بده. برادر جانم خواهش از هر یک تای تو میکنم همین نوار را لایک مونین و کامنتاری های خوب بنویسونین. برادر جانم ما هر وقتی میشینم میخیزم میگم که برادرو کامنتاری خوب بنویسونین، بدی کردن در کار نیست. میگه گندم کردی گندم میگیری، جو کردی جو میگیری، حاصل اردش عین درو میگیری. همچنانی که همین مادر چقدر آب چشمش ریخته است. حالا شاید این مادر همه خیلی آب چشمی ریزوند، همه خیلی آب چشمی ریزوند که فرزند همین خیلی فرزند شیرینه. برادر عزیز خواهش میکنم از شما نوار لایک مونین و کامنتار بگذارین. برادر عزیز من نام نسب همین خواهر در همینجا میمونم، نام نسبش میبروه. برادر عزیز نمره تلفنشون هم میمونم. الله خودش الله دوناست که این خواهر کجا رفته است و در کجا هسته. یعنی که با مادرش صحبت میکنم، مادرش روش مزایکه میزنم چی در کاریشون دادم. برادر شخصانی که دیدین امیره در کجای دیدینش خواهش از شما میکنم که یعنی که همین مادر غمگین نکنین. خواهر جان در کجای باشه نباشه بره با پیش مادر تا بره که مادرت به حد غمگینه. الله خودش میدونه در کجای ای ناحیه خراسان مدسته. برادر عزیز خواهش میکنم برادرها نوارا پهن کنین تا دیگرها ببینن که کجا داره. سلام علیکم. علیکم سلام. سازی اپا جان خوبه؟ سلامت خوب؟ خدا را شکر. شما خوبه؟ الحمدلله خدا را شکر. اپا جان گپ میزده همین مسئله ای که دخترچه تون گم شدگی چه خیلی شدگی میکور اپا جان یعنی که ویدیو با اجازت خودتون همین خیلی است اپا با اجازت خدمتی دختر ما بیاو. الله برکت تا انشالله میاویش اپا جان. یک کم تر میفهموندی که اپا جان چه خیلی شدگی میکور دختر ما بگه جمعه روزی پنجشنبه ای خونه میبروید، خونه همسایه میره میگه ما گشپور ما بگیرم بیام که مادرم اومده است. همین خیلی خونه که بر اومدگیش بر نمیگرده دیگه واسه خونه. ای روز جمعه ها؟ ای روز جمعه ای روز قطعی 8 روز میشه. یگم جو مراجعت نکردین؟ همه اینجا مراجعت فرزانه چی یگم کس یگم اطبیتم نمیتید. تا انشالله با امر خدا یافت میشه و زیغ نشه اپا انشالله. تولدش 2008 یه رو سیوات گمش کردم. تمامی جا رو میکنم شب، هر شب در کوچه تا ساعت 3-4 فقط دختر میکنم. انشالله با امر خدا یافت میشه اپا انشالله. اپا جان زیغ نشه اپا. مقصد ما این است که خواهر گجای دا باشه نباشه یاف شوه. انا خدا کند که موجود یکم جو قر رفته گه، موجود یکم خونه خش تبورتون انشالله با امر خدا یاف میشوه. زیغ نشه اپا. همین چی را التماس میکنم که یردم میکنه که بروید در کجای هسته بروید. انشالله اپا جان ما مراجعت میکنم برادرها دا خدا که کند انشالله گیوف میشه. و یک بار دیگه اپا جان نام و فامیلش هم میگفتین، سال تولدش؟ یاروا سیاحت 2008. یاروا سیاحت ها؟ یاروا سیاحت 2008 2008 صنفی نه ها اپا؟ صنفی نه ها مکتب نمیخونه در خونشینه. ها خونشینه ها. فهمیدم اپا جان. خوب اپا جان خدا کند که انشالله همش خوب میشوه. زیغ نشه دعا کنین انشالله همش خوب میشوه. مایلی خوب. همه سخن سلام است زیرا که
سلام بهترین سخن است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، این اکایمو اکایمیر خوجا درونی فیتا بوشکا دای. اکاش خیلی چی اشین داری؟ چی گفتنی داری؟ سوز بهترین چیزه. چقدر اشینی؟ 100%. حسیات میتونی گفته؟ حسیات هم کلمه که میتونم به چیز بهترین میدن اصلا. یا که گفتنی که شنیدن کی بود مانندی دیده. همین را گفتنی. سلامت باشی اوجی. بچه‌ها کجا میشه اکر؟ نوروبو. اینا تخنیکی نوروبو دا یکا برورده ایسا است. زنده باشی اکر.